سلام علیکم. این که در تاشکند یا هر جایی که میریم همینا هم با مانند خودمون هم که پیشواز میگیرن. یا محله که ما اومدیم اینا ببینید میریم پیشواز میگیرن. اینا دیدین نوع محلهش گل بازار محله نام داشته. این محلشون چی چیزا داشته است منه چون مهمانخانه پیشین نگاه کن یک بای خوب داشتیم که همینجا در خلط میگه خمال رنگ جلک باری زنانه در سالهای پیش همین دخترهای ازبک میپوشیدیم عجایبی در چه نگاه کنه همین کرتا پشته خیلی داره این خیلی داره اگر هم خیلی ایکس باشه значит دختر شو داره اگر هوی باشه значит свободно نه با لطناش خیلی داره باندک داشته باشه значит دو گودک داره این کدام بوده دو گودک داشته فهمیدین رسم رسوم جای سوینیراش آمدیم یعنی که هر یک سیاحی که به همین منطقه گل بازار محله گفتنی میبیاد اینجا هم جاش معین خود همچون تحفه با نزدیکان و پیوندان خود میبرم. درآمدگاهش همیشه معین کرده شده است. هر یک خونه مثلا همیشه رفتگی کوچه تو همون پیش از پشت میره میبینیم که چیه. خونه‌اش نمیبینین چقدر است در کدام شکل ساخته شده است. یکی هم راهاشون سنگ فرش شدگی. اینجا مردم خیلی هم زندگی میکنن هم همین توریستا رو میارن اینجا هم تماشا یک وای کردن دیدین. خواهی که ما هم رفتن میگیریم دوام کوچه نشان میدیم که با چی دارن یعنی که خیلی نفرایی که تشکیل میان اون نفرایی که مثلا شوق ذوق تماشای چیزای قدیمی را دارن میتونن بیان اینجا تماشا کنن نیاز میریم اینجا با کسی بخونه سه چیکار کرده سر نشون تون بتون کیه چیگا باشه در اینجا اینجا چیگا پیاسته یه بخونه سنده از ما حتی هم کنسر میرم با گشتم میام شما را نشون میدم چیه دیم как называется محله 400 да как тебя зовут عبدال باری نیاکنه برادرها همین دانستن زبان هم آیا جهت بسیار خوبه آیا جهت همه جهت خوبه برای چی همه محله ما در اومدیم даже نفرای کلانش مردکای کلانسول هست بسیار شما پرسیم با وقتی زبان روسیه گپ زدن نمیتونن انا همین دو درجه ندیدین عبدالورید میگه که ما در مکتبون زبان روسی میخونیم ما قطعی زبان روسی قدیگه دسته راه نشون دسته میگه اینجا ایخلا باور کنین دانستن زبان به حد خوبه برای هر نفری که فرزند خود داره بچه‌هاش نمیدونن باید که خونن زبان یاد گیرن و مثل من دو درجه که روسی را میدونن مردکاش کلان روسی نمیدونن رحمت داد спасибо свидания دیدین زبان دانی جهان دانی میگن